داستان خانه نقاشی شده. صبحها همیشه بوی گوشت خوش شده و چای نعنا داشت. دخترک در اتاقی از جنس سکوت و خاطر بیدار می شد. دیوارها با خطوطی مبهم پوشیده شده بودند، نه کاملا نقشی، نه کاملا بی‌معنا. او روی تختی می نشست که به پنجره بلند ختم می شد. پنجره‌ای با پرده‌های سفید که نور را مثل رویا پخش می کرد. مادری در آشپزخانه بود که بیشتر وقتها با خودش حرف می زد و دخترک بیش از آنکه جواب بدهد نگاه می کرد. لباسی بر تن داشت که مثل پوست دومش بود، ساده، اما در بعضی جاها با لکه‌های رنگی شبیه بال پروانه. همه می گفتند او عجیب است. نه از آن عجیب هایی که ترسناک باشد، بلکه از آنهایی که نمی دانند کجا باید باشند. امروز قراره چی رو ببینی دخترک؟ مادر این را هر روز صبح می پرسید، بی آنکه جوابی بخواهد. و دخترک بی صدا مداد رنگش را بر می داشت و رو به پنجره می نشست و شروع می کرد به کشیدن چیزی که خودش هم نمی داند. شبها برای دخترک آغاز سفر بود. وقتی چراغ‌ها خاموش می شدند و مادر با صدای آرام در اتاق کناری شعرهای قدیمی زمزمه می کرد، دخترک آرام سرش را روی بالشتی می گذاشت که پر از دکمه‌های گم شده و نخهای رنگی بود. او چشم می بست و بلافاصله به جهانی دیگر می رفت. دنیایی که در آن دیوارها نفس می کشیدند و درختان زمزمه می کردند. او روی پلی از نطهای طلایی قدم می زد و از آنجا به باغی می رسید که درختها به شکلی قلمو بودند. برگهایشان با باد تغییر رنگ می دادند. نارنجی وقتی کسی امیدوار بود، سبز وقتی دل نگران بود. در مرکز این جهان کلبه‌ای کوچک ایستاده بود، کلبه‌ای ساخته از مداد رنگی‌های نیمه تراشیده و آنجا او منتظرش بود. پروانه نقره‌ای کوچک و نیمه شفاف با بالهایی که هنوز کامل نبودند. صدایش شبیه صدای چکیدن رنگ روی بوم بود. برمیگردی درسته؟ و دخترک هر شب جواب میداد. اگر بدونم کجای این دنیا رو هنوز ندیدم، بله. با هم پرواز میکردند، گاهی میان خانه هایی که سقفشان از ابر بود، گاهی در خیابان هایی که دیوارهایشان با اشعار نانوشته پوشیده شده بودند. گاهی دست دخترک ناگهان گرم می شد، مثل وقتی که در بیداری رنگی را واقعا لمس می کرد. او همیشه بیش از آنکه پروانه بالهایش را کامل کند، دخترک بیدار می شد و وقتی چشمانش را باز می کرد، فقط یک حس عجیب روی گونه‌اش باقی می ماند، شبیه نسیمی از دنیای دگر. یک روز پاییزی وقتی نور زرد کمرنگ از لای پنجره‌ها به کف اتاق میتابید، دخترک میان دفتر نقاشی مادر بزرگش برگه‌ای تا خورده پیدا کرد با لبه‌های سوخته و خطی لرزان. اگر چیزی نمیتوانی ببینی، شاید وقت آن است که با گوش‌هایت نگاه کنی. آن شب دخترک دستش را روی قلبش گذاشت و گوش کرد. صدایی را شنید که با منطق بیداری جور در نمی آمد. صدای سایه‌ای که از اتاق گذر می کرد.
صدای قطره‌ای که روی هیچ سطحی نمی آمد. صداهایی آشنا و در عین حال دور. او فهمید که این نامه از همان دنیای پشت پلک آمده، یک دعوتنامه بود به شنیدن چیزی فراتر از کلمات. هر بار که چشم می‌بست، خواب واضح‌تر و روشن‌تر می‌شد. دنیاهایی شکل می‌گرفتند که قانون‌هایشان فرق داشت، اما بیداری همه چیز خاکستری و کمرنگ بود. مادرش نگران بود. دخترک بیشتر در خودش فرو می‌رفت و حالا روی دیوارهای اتاقش نقاشی‌هایی می‌کشید که هیچ کس معنایش رو نمی‌فهمید. قراره کی برگردی؟ مادر با نگرانی پرسید. اما دخترک نمی‌توانست توضیح بدهد. چطور بگوید که شاید بر نگردد؟ خودش نوعی رفتن واقعی تر باشد و شاید آن چیزی که آن بیرون همه واقعیت می نامدش فقط خواب دیر پاست. آن شب پروانه گفت میخوای حقیقت رو ببینی؟ نه؟ پس باید سفر کنی، نه روی به بیرون، رو به درون. دخترک در خواب به درگاهی رسید، چیزی شبیه آینه، ولی آینه‌ای که چهرهش را نشان نمیداد، بلکه احساسش را. او وارد شد. جایی بود شبیه کتابخانه بی انتها که قفسه هایش پر از خاطرات نادیده مردم بودند. هر خاطره یک رنگ داشت و بعضی از آنها هنوز هیچ کس لمسشان نکرده بود. او از کنار لحظه های تلخ و شیرین گذشت تا رسید به خاطره‌ای که مال خودش بود. اولین بار که فهمید فرق دارد. در سرزمینی که پا گذاشت، مردم با زبانهایشان نقاشی می‌کشیدند و با چشمهای بسته آواز می‌خواندند. وقتی کسی فکر می‌کرد، گلها در دستشان می‌شکفتند. اگر کسی دروغ می‌گفت، لباسش تکه تکه محو می‌شد. دخترک نزدیک پیرزنی رفت که چشم نداشت، اما می‌دید. پیرزن دستش را گرفت و گفت تو نیمه راهی، یا بر می‌گردی یا پروانه می‌شوی. در آن آینه چشم‌های بسته‌اش دخترک خودش را دید، اما نه هم دختری که در بیداری بود. حالا او داشت بال در می‌آورد. در آخرین شب خواب پروانه دیگر نیمه شفاف نبود. بالهایشان کامل شده بود با رگه های از رنگ هایی که هیچ نقاشی ندیده بود. پروانه گفت من تا اینجا کمکت کردم، حالا نوبت خودته که بری. دخترک از خواب پرید، اما این بار چیزی فرق داشت. وقتی نفس کشید هوا بوی دریا و آبرنگ میداد. وقتی به دیوار نگاه کرد، نقش هایی که دیشب در خواب کشیده بود حالا روی دیوار واقعی بودند. او اولین بار با چشم باز خواب میدید و فهمید که رویاها پایان ندارد، فقط شکل عوض میکنند. از آن روز مردم شهر متوجه چیزهایی شدند. بعضی پنجره ها رنگ گرفتند و بعضی خیابان ها کمی موسیقی پخش می کردند و بعضی نگاه ها عمیق پیدا شدند. دخترک دیگر به عنوان عجیب شناخته نمی شد، بلکه کسی که آن سوتر آمده نام گرفت. هنوز هم گاهی کنار پنجره می نشست و مداد رنگی به دست و لبخندی آرام. و اگر با دقت نگاه کنی در بازتاب چشمهایش دو بال لرزان میبینی
که هنوز در پروازند.